بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن و افترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، یا بنت الحسن و الحسین، یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا فاطمه المعصومه. زدم چون ابرهای تشنه، زدم چون ابرهای تشنه دیگر قید تهران را، زدم چون ابرهای تشنه دیگر قید تهران را، گرفتم از کویر قم نشان شهر باران را. به به، گرفتم از کویر قم نشان شهر باران را. رسیدم در حرم دنیا به کامم باز شیرین شد، زیارتنامه‌اش انداخت یادم طعم سوهان را، زیارتنامه‌اش انداخت یادم طعم سوهان را. زمستان هم بیایی گنبدش پر نور میتابد، چنان که میبری از خاطرت سرمای سوزان را. از این اعجاز بالاتر، از این اعجاز بالاتر ببین علامه میسازد غبار سنگ فرش مرقدش طفل دبستان را. ببین علامه میسازد غبار سنگ فرش مرقدش طفل دبستان را. اجابت در حریم قدسیش قطعی است ای زائر، فقط کافی است بر لب آوری ذکر رضا جان را. السلام علیک یا سلطان یا ابوالحسن ایها الرضا یبن رسول الله. سلام مردم، هم شهریای شهر الله، هم نفسای یاد خدا، مسافرای بهشت. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. پاداش 4 روز روزه‌داری مبارکتون باشه در ضیافت الله، ماهی که درای بهشت بازه، درای جهنم بسته است، دست و پای شیطون به زنجیر کشیده شده و همینجوری بخوام از آثار و برکات و عجایب این ماه بگم، این 2-3 ساعت باید بگم. انشالله هر کار خوبی که کردین تا به اینجای رمضان مبارک مورد قبول صاحب خونه، صاحب این ماه خدای بزرگ و مهربونمون قرار گرفته باشه. اول برنامه رو با این شعر شروع کردم که آخرش به امام رضا تموم بشه، چون چهارشنبه است و چهارشنبه های ما هم چهارشنبه های امام رضایی. گفتم از حرم خواهرشون به محضرشون سلام بدم، حتما دیگه جواب پروپیمونی خواهیم گرفت انشاءالله، چون فرمودن هر کس به زیارت فاطمه معصومه در قم بره، به زیارت خواهر من، انگار به زیارت من رفته،
شاعرم میگه اعجاز این ذریح که هموار بی حد است، چیزی شبیه پنجره فولاد مشهد است. الهی که نصیب و قسمتتون بشه، پاتون باز بشه به هر دو مکان مقدس در همین ماه مبارک رمضان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا در حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. خب شعری که اول برنامه تقدیم کردم از آقا وحید قاسمی عزیز بود، انشالله که مأجور باشه. توی حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها در ماه مبارک رمضان توی 24 ساعتش اتفاقات مبارک زیاد میفته. اینی که شما دیدین یکی از اونها بود که مراسم ترتیل خوانی خیلی منظم، مرتب، شایسته که حضرت آقا همین روز اول ماه مبارک رمضان 4 روز پیش فرمودن که من لذت میبرم این مراسم رو از جاهای مختلف از جمله حرم حضرت معصومه میبینم. الحمدلله رب العالمین میتونید شما مشارکت داشته باشین و تشریف بیارین و استفاده بفرمایید. یکی دیگر از اتفاقات مبارکی که داره میفته شنیدن فرمایشات دلچسب و شیرین حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریاس در برنامه یاد خدا. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید، قبول باشید. سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همه عزیزان و زائران حضرت معصومه سلام الله علیها. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. الهی آمین. انشاءالله که اعمال و رفتار ما مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیره انشاءالله. الهی آمین. انشاءالله انشاءالله. خب ما از روز دوم ماه مبارک رمضان افتخار پیدا کردیم محضر استاد سعیدی آریا باشیم. قرار شد که به زبان زینت عبادت کنندگان زبانمون به مغز عبادت به دعا باز بشه. عرضم به حضور شما که دعای 8 صحیفه شریف سجادیه رو شروع کردیم. عبارات ابتدایی دعا رو به اینجا رسیدیم. اللهم بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورة الغضب. توضیح این دو عبارت رو آقای سعیدی آریا فرمودن. حالا میرسیم به عبارت بعدی و غلبة الحسد. پناه بر خدا. پناه بر خدا. از اون خطرناکاشه. آره قشنگ کله میکنه آدمو. بله. بفرمایید. غلبه، چیرگی، تسلط، غلبة الحسد. پناه میبرم به خدا از غلبه حسد، یعنی حسد به من چیره بشه. من شر حاسد اذا حسد. وقتی حسادت گول کنه، حالا گول کنه به معنی اوج بگیره، یعنی چیز خطرناکیه حسد. پناه بر خدا. دیگه دیندار و بیدین و مسلمون و کافر و اینا نمیشناسه. پیر و جوون و راحت تر بگم برادر و هیچی، نه فامیل و هیچ.
دو تا برادر نسبت به هم حسادت کردن، یکی اون یکی رو کشت، هابیل و قابیل. میخوام بگم اگه ریشه ای میخواید دنبال کنید از کجا، بعد قدرتمندیش چقدره، اخوت بر برادری رو تبدیل به رابطه قتل میکنه. بفهمیم اول راجبه چی میخوایم صحبت بکنیم. آره بعد اونم اون ابتدا که دیگه برادران دیگه ای خیلی نداشت که همینه، دو همین تا یه دونه برادران رو با هم حسادت زد کشت. بله اینقدر قدرتمنده. نه تنها اون مثال، به کرات ببینید مسائل اخلاقی اینطوری نیست مال یه زمان خاصی بشه، مثلا بگیم این 100 سال حسادت بد بوده، مثلا 150 سال بعدش حسادت خوب شده، اینجوری که نیستش که. رذیله همیشه رذیل است. برادران یوسف چه کردن با پیامبر خدا؟ پناه بر خدا اومدن، تازه اونجایی که خواستن اون حس حسادتشون و اون دقه دلیشون هم خالی کنن، قشنگه چون مثالو زدید. لبه چاه اومدن حسابی زدنش، خواستن بندازن تو چاه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، رضوان خدا برش، یادش کردیم اون زیاد این روایت رو برای ما میخون. میگفت دیدن داره میخنده میخوان بندازنش تو چاه. گفتم ما تو رو اینجوری کتکت زدیم اینجوری، حالا تو داری میخندی لبه چاه؟ آره یه موقعی فکر میکردم من این همه برادر دارم، کی میتونه به من چپ نگاه کنه مثلا به قول مثلا برادر من، ولی از همونی که روش حساب کردم صدمه خوردم. اینم پرانتزی عرض کنم، روحیش کس به جز خدا حساب باز نکنی. به عزت و جلالم ناامید میکنم امید کسی رو که به غیر من امید داشته باشه. فلانی کارم را میندازه، فلانی نیست، است فقط خداست. من اینجوری یادم باشه. روزی 10 بار تو نماز بهمون واجب کرده که بگیم، ولی باز میگه از اون دروغای واجبه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تازه ما نستعینک نمیگیم، نعبدک نمیگیم، میگیم ایاک نعبد. یعنی اون ایاک اون انحصار رو میاره، خدای فقط میایم سراغ تو، ولی همه کس رو خدای خودمون میبینیم به جز اونا تو عمل کرد. این که جای خودش در توکل داره. بله برادران یوسف باعث شد اولا پیغمبرزاده بودن، یعنی از حیث نسب بدون واسطه به پیغمبر خدا میرسیدن. پیغمبرزاده تحت تعلیم کی بزرگ شدن؟ پیغمبر خدا تعلیمشون داده و بزرگ شدن. با کی؟ با برادر خودشون. اما حسادت قدرتمندتر از این حرف است. اول من اصرار دارم تو هر صفتی که میخوایم بگیم بفهمیم راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. یه وقت شما میری پیش پزشک میگی آقا راجع به سرماخوردگی یا سرطان، خب درسته هر دوش بیماری هستن ولی خیلی متفاوته شدت سرماخوردگی با شدت سرطان. الان داریم راجع به اون سرطان ها صحبت میکنیم. برادرکشی میاره، داغون میکنه آدمو، از حیث اخلاقی به حضیض ذلت میشونه آدم رو. یه تعریفی میشه ارائه بدین از حسد؟ ببینن درست کنم. چیزی که در دیگری هست من بخوام که نباشه، اون موفقیت، اون سرمایه، حال هر چیزی هست او نداشته باشه من داشته باشم. این میشه حسادت. وقتی خودم نداشته باشم چند مرحله براش میگن، اتفاقا خوب ورودی بود. حتی اینکه منم داشته باشم نه، فقط او نداشته باشه. اصلا کاری خدا، فقط او نداشته باشه. پناه بر خدا. یعنی حاضر آتش بگیره خودش برای اینکه اون بسوزه. میخوام وقتی قبح مسئله رو بگیم، یه وقت میگه آقا منم داشته باشم اونم داشته باشه، خدایا اون داره به منم بده. این یه بحث دیگه است، یه دعا کردن. نه، حاضر خودش هم نداشته باشه، خودش هم به ذلت بیفته ولی اون نداشته باشه. چه رابطه زشتیه حالت حسادت. یه مسئله در اون نیست، یه کمالی در اون نیست، کمالی در دیگری هست. فلانی من چی بگم خوب اجرا میکنه، مثال شما رو بزنم، من که نیستم، خیلی هم خوب اجرا میکنه، من بلد نیستم اجرا بکنم. بعد میگم یا کمتر ضعیفتر از شما اجرا میکنم، میگم ای فلانی، بعد شروع میکنم پشت سرت هم حرف زدن. فلانی بی خودی اینجوری دعوتش میکنن و اصلا خوب اجرا نمیکنه، پارتی داره اینجوری میکنه. فلانی مال خوبی داره، بعضی مالیش خوبه، معلوم نیست از کجا آورده. منم اگه میخواستم هر کاری بکنم الان انقدر پول داشتم، مال طرفو حروم میکنه، فقط میخواد بزنه طرف مقابل. حسادت داره دق میکنه از درون. آره که این اتفاق میفته، چیز خطرناکیه، منشأش هم نفسانیات انسانه. مثال خوبی زدین، حالا مجری رو مثال زدین. میدونین داستان چیه؟ من احساسم اینه، الان اگه اشتباه تصحیح، ببین هرچی مثال تا الان زدین روش فکر میکنم اول که از هابیل و قابیل شروع کردین، برادران یوسف، بعد مثلا حالا مجری ها یا هر کسی تو هر صنفی هر جایی هست، انگار آدم به کسی حسادت میکنه که آشناست، نزدیک، اتفاقا انگار خیلی دور دورا محلی از
هرچند تو نداره. موفقیت ببینی ولی خیلی مثلا من توی کشور دیگه رقیب میبینه. آره، ولی هرچی نزدیکتر میشه آفرین این ببخشید من آفرین بگم احسن این هرچی نزدیکتر میشه چون رقابت آدم احساس میکنه هم صنفتر میشه مثلا توی درست این بیشتر برانگیخته میشه این حس حسادت. کلمه رقابت رو عرض کردم، بعضیا اعتقاد دارن چیزی به نام رقابت سالم اصلا وجود نداره. رقابت سالم از بس پشتش نفسانیات زیاده یعنی اینقدر این نفس حیله‌گره، میگن آقا اصلا نفس رقابت که پیش بیاد زمین زدن طرفه نه بالا رفتن تو. میگه هر جا میخوای چون نفسانیات دیگه منم و او و مقایسه میکنی و میخوای طرفو بزنی زمین که بیای بالا. شرایط مهیاس برای حسادت. بستر آماده تخریب است. حالا یه وقت گفتاری تخریب میکنه، یه وقت یه جوری ضربه‌ای صدمه‌ای بهش میزنه، چیزی به نام حالا شوخی میکنم این البته میگم چرا داریم رقابت سالم، ولی به این معنا شاید بگم خیلی کمیاب باشه. خیلی باید نفس پاک و پاکیزه‌ای باشه که رقابت سالم باشه. لذا من حتی نوعا نسبت به دانش آموزا هم میگم این عبارت رو به کار نبرید. مثلا توی کلاس یه رقابت سالم ایجاد بکنیم، تعریف از یکی، تمجید از یکی، بالا بردن پایین بردن، وقتی این حالت رو ایجاد میکنه قطعا حسادت و نفسانیات شعله ور میشه. باید حواسمون باشه اون شعله دامان ما رو نگیره. و این اللهم انی اعوذ بک من غلبة الحسد یعنی چیره میشه حسد به آدم. من شر حاسد حسد یعنی من دارم این معوذات این که میخونیم یکیش همینه دیگه، یعنی خدایا پناه به تو میبرم وقتی یک کسی نسبت به من حسادت بکنه، یعنی میتونه صدمه بزنه. اینقدر انگیزه میشه. در مورد امام رضا علیه السلام گفتید چهارشنبه، من یادم افتاد گفتم این مثال الان یادش هستش. این همه نگاه میکنید امین، مأمون، جاهای مختلف، کسایی که این ملعونینی که نسبت به امام رضا علیه السلام نوعا حسادت شدیدی دارن. چرا؟ چون اینا خودشونو حاکم و عالم دین و چی و اینا میدونستن ولی به اندازه امام رضا علیه السلام نمیتونستن پاسخگو باشن. یه جلساتی رو دیدید تو عیون اخبار و رضا داریم، تو فیلم امام رضا علیه السلام هم که ساختن اونجا هم بود، دیدید انواع و اقسام تشکیلات میارن، نمیدونم از یهودی و از چی و علمای ادیان مختلف میارن که با امام رضا علیه السلام بحث کنه. واقعا فکر میکنید مثلا این رو مأمون برای اینکه ارتقای سطح علمی در جامعه ایجاد بشه ایجاد میکنه یه همچین چیزی رو ملعون؟ نه، میخواد امام رضا علیه السلام رو تضعیف بکنه، بگه نگاه بکنید ببینید اینم شکست خورد، اگه من نمیتونم جواب بدم او هم نمیتونه جواب بده. درستم همه چیز برعکس اتفاق افتاد، یعنی هیچ کدوم از اینا هیچ تسلطی نسبت به امام رضا علیه السلام نتونستن پیدا بکنن. هر چی شد حسادت او بیشتر برانگیخته شد، میخواست حضرت رو زمین بزنه وگرنه اون نیت خیری به این معنا نداره. اصلا به نظرم اون کسی که حسادت میکنه خودش رو زمین میزنه، خودش رو زمین اصلا خودش ناآرام میشه، هیچ آسایشی رو تجربه نخواهد کرد. لا یسود. آره. بله الحسود لا یسود یعنی حسود هیچ وقت سیادت پیدا نمیکنه. آدم حسود همش در حال بالبال زدن دیگه، ای به این حسادت به اون حسادت، بابا آروم بگیر، راضی باش. بیچارهش میکنه. این حاضر به ضرر خودش هم میشه. فرمودین امام رضا دارن فکر میکنن به پیامبر حسادت کردن، به امیرالمومنین حسادت کردن، به امام حسن مجتبی حسادت کردن. مثلا یکی از اون عواملی که ظلم کردن به امامان ما همین حسادت بوده. خیلی مهمه. میخوایم بیشتر راجعش بشنویم از شما، کیف بکنیم. اگه موافق باشید بریم سوهان فروشی. الان که زبان روزه نمیتونیم سوهان بخوریم، بوش میاد، میگم بوش میاد کافیه. بریم بو کنیم بیایم یه نظر خدمت خوشگل و شیرین با هم ببینیم و بشنویم، برمیگردیم. بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسین سلیمانی با 25 سال سابقه در سوهانپزی مرتضی. شما همسایه حضرت معصومه هستیم. اکثر مشتری ما از زوار ایرانی و خارجی هستن. ما سوال میکنیم موادی که در سوهان استفاده میکنیم از مواد اولیه و درجه یک باشه، چه از روغن گوسفندی که استفاده میکنیم، زعفران، پسته، هل، همشون از مواد اولیه و درجه یک میباشن. ما به نیت خدمت به زائرین حضرت فاطمه معصومه سلام الله نذر کردیم سوهان را به قیمت 15 تا 20% پایین‌تر از نرخ مصور اتحادیه بفروشیم.
همه در پناه اختالرضاییم. ماه قم، خانم جان، ماه قم دست خیال ما و دامان شما. میزبان هستید و ما هستیم مهمان شما. قصه دنیا شده سوهان روح و در عوض کام شیرین می کند عمریست سوهان شما. به به، عشق را در روز روشن عده‌ای گم کرده اند، من که آن را یافتم کنج شبستان شما. الحمدلله رب العالمین که با عشق همراهیم در حرم خانم کریمه اهل بیت. خب آقا، راجع به حسادت هر چی میشنویم کام دلمون تلختر میشه، مجبوریم که با این سوهان و این پخش اینا یه ذره تعادل ایجاد بکنیم، ولی چاره ای هم نیست. بله. بالا غیرتاً بدون تعارف خیلی آمون بالا تا پایین درگیر حسادت همینطوره. و آثار خانمانسوزی داره، اول برای خودمون و اطرافیان. دوست داشتیم راجع به همین صحبت. حتما انشالله. آبروی آدمو میبره حسادت. آره. آقایی آدمو زمین میزنه. اینا همین روایت دونه دونه دارم ترجمه هاشو میگم. دعای آدم مستجاب نمیشه، حسود دعاش مستجاب نمیشه. این وقت میگیم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف. اینقدر دعا میکنی آدم دعا کنه. اصلا ادعونی استجب لکم آیه قرآنه، ولی استثناش آدم حسوده. آدمی است که وقت میدونید حالا به چه صورتیه این که دعا مستجاب نمیشه. اینم صورتش، روایتاشو براتون بخونم، خیلی شیرینه. شیرین که میگم البته شیرین از حیث روایتش، فکر تلخش به جان آدمه که چقدر چیز مهلکیه. آدم حسود میگه نمیخوام فلانی داشته باشه. حالا این موقعیت علمیه، این موقعیت مالیه، این شخصیت اجتماعیه، این موقعیت اجتماعیه. نمیخوام فلانی داشته باشه، من راضی نیستم او داشته باشه. خدا میگه منم نمیخوام تو داشته باشی، حالا برو دعا کن. تو راضی به رضای من نیستی؟ اونی که من به او دادم تو نمیخوای، باشه منم نمیخوام تو داشته باشی، حالا هر چی دلت میخواد برو دعا کن. دعای بی اثر. من 20 سال دارم اجرا میکنم کم و زیادش. یکی از پرتراکمترین، فراوانترین سوالاتی که تو برنامه‌های مختلف میان که ما بپرسیم از کارشناسا اینه که چرا این همه به ما میگن دعا کن، ما دعا میکنیم پس مستجاب نمیشه. پس یکی از بله روایت. بله. بگردیم تو خودمون ببینیم آیا حسادت دارم یا ندارم. اینا همه قانون داره. ادعونی استجب لکم قرآنی ذیلش روایات زیادی رو آوردن که کجاها میشه عدم استجابته. استغفرالله مثلا ان شاءالله نیاره خدا برای عاق والدین همچین چیزی داریم. عاق والدین یعنی کسی که مورد نفرین پدر و مادر قرار بگیره، دعا مستجاب نمیشه. داریم بعضی. در مقابل هم البته موقعیت‌های استجابت دعا هم داریم. در مقابلش هم هستش، مثلا توی حرم‌ها، توی مساجد، موقع باریدن باران، موقع اذان، اینا مثلا داریم. موقع یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه آدم اصطلاحاً تحبس و دعاش به جایی نرسه مسئله حسادت. بله این اتفاق میفته. یعنی اون لحظه‌ای که حالا من به عنوان کسی که حالا دارم اینجا صحبت میکنم، وقتی تو تلویزیون یا جای دیگه نگاه میکنم فلان دوستم بالای منبر نشسته و نگاه کردم یک کلمه رو اشتباه گفت، ته دلم خوشحال میشم یا ناراحت؟ چی شد؟ فلانی که غلط گفت که یعنی یه درجه اومد پایین. اگه دلم ناراحت شد، آخ فلانی اینطوری شد، خدا نیاره واسش، خدا انشالله درست کنه. شما مجری هستی یه چیزی داری، اجرای رفیق تو، اجرای کسی دیگه همکارت هست، داری نگاه میکنی. اون کاسبه داره نگاه میکنه، کاسبی رفیقش میبینه کوزش افتاد شکست، میبینه مشتری از اونجا منصرف شد نخرید، دلت شاد میشه یا نه؟ ببین نسبت به دیگران چه جوری هستی. خدا با بنده هاش همون جور رفتار میکنه که بنده هاش با هم رفتار میکنن. حالا احیانا اگر دستمون در رفت، مثلا من مجریم، یه مجری همکارم داره شعر میخونه، یهو شعر رو اشتباه خوند، یه آخجونی ته دلم یه کسی گفت، اون لحظه چیکار کنیم؟ شروع کن دعاش کردن. برعکسشو سریع دعاش کن. خدایا کارشو درست کن. خدایا به تو پناه میبرم که من گرفتار بشم.
خدا من گرفت، خدایا کار او رو درست کن، خدایا کسی متوجه نشه، خدایا دیگه تکرار نشه این مسئله براش، خدایا کلامش رو گویا قرار بده. وقتی داری از این ور تو حسادت میگه میخواهم او نداشته باشد، تو درمانش میگه میخواهم او بهترش را داشته باشد. برعکس داره. اما اصلا جهاد با نفس همینه دیگه، برعکس عمل کردنه. یعنی نفست یه دستور میده، شما یه عمل برعکس میکنی. میگه فلانی وضع مالیش خوبه، تا میبینی حسادتش شد چه ماشینی داره، چه خونه‌ای داره، خدایا بهش بهتری بده، چه قیافه خوبی داره، چه موقعیت اجتماعی داره، خدایا بهش بهتری بده. درست برعکس عمل کردن. یعنی خواست قلبم، خواست نفسم نداشتن اوست، خواست دعایی من، خواست امر الهی من اینه که داشتن اوست، حتی به وجه بهتر. خیلی سخته ها. یعنی در لحظه تو حسادتت رو یه جوری بروز دادی، حالا برعکسش عمل بکنی، بعد همون لحظه بخوای از ته دل فیلم نه، از ته دل حالا خوبیشو بخوای. سختیه. خدایا بهش بهتری بده، خدایا من از شر حسادت دور کن. یکیشو داریم همین اعوذه، پناه بردن به خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من، این همه داریم میخونیم. این پناه بردن به خداست. و اما ینزغنک نزغ من الشیطان فاستعذ بالله. بریم بغل خدا. وقتی که نزغ میاد رو مغز آدم کار میکنه دیگه، اصلا کار شیطون همینه. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. اصلا کارش همینه، میاد رو مغز آدم کار بکنه، جدل و فکر و اینا رو توجیه هم ایجاد بکنه. زودی برو بغل خدا. تا پیش اومد استغفر الله ربی و اتوب الیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدایا بهش بهتری بده، خدایا منو از این رذیله دور کن. توجیه درست نکنیم. اگر فرصت به گناه بدی برات جاده آسفالت میکنه، درستش میکنه. دلیل حسادت تو دلیل منطقی براش درست میکنه. یه وقت یه آقایی، ما نیرو انتظامی هم بود خدا حفظش کنه هرچه، گفت یه دفعه یه دزدی رو گرفته بودیم، این شیشه ماشینا رو میشکست و این ضبط ماشینا رو میبرد. اینو چند جا نقل کردم، برای خودم شیرین بود. نه اون دزدی شیرین نبود، اینی که دارم عرض میکنم. بهش گفتم فلانی تو چجوری دلت میاد بزنی شیشه ماشین طرفو بشکنی، بعد اینو میکنی از اونجا داغون میکنی ماشینش رو، اینا رو چجوری دلت میاد؟ گفت ببین من اول که نگاه میکنم به ماشین طرف که خیلی شیک باشه و گرون قیمت باشه، میگم معلوم نیست این کجا حق منو خورده که تونسته یه همچین ماشینی بخره، به اندازه یه دونه ضبطش حق من نیست. بعد میگم وقتی هم میرم میکنم میبرم، میگم این پول داره، فردا میره یکی دیگه بهترشو میخره میذاره جلوش، کیف میکنه. تموم شد، جادهش آسفالت شد. حسادت فوری برای آدم جاده اسفالت تو ذهن آدم درست کنه. من نظرم اینه که خب بله این فلانی سواد نداره، فلانی مجریگریش خوب نیست، فلانی نمیدونم، همه اینا رو، اینم که پولی هم که به دست آورده میخوام مردم رو روشن کنم. آقا سراغ این نری، این مالش حرومه که اینجوری شد. نه بابا تو مالت کمتر، حسادت داری میکنی، توجیه میکنی. توجیه حسادت خیلی قدرتمنده، توجیه گریش. و باز اثر دیگهش اینه که ایمانو آتش میزنه. عبارات روایی بخونم، آتش میزنه ایمان آدمو. چجوری آتشیه ها همه چیزی رو مثل اون هیزم است تموم شد. شما نگاه میکنی یه کوهی از مثلا چوب و اینها ریختی جا هیزم، بعد که این آتش تموم میشه وقتی سرد میشه میای نگاه میکنی اونی کوه کجا رفت اصلا، تموم خاکستره، تموم شد. آدم رو داغون میکنه. واقعا تو متن روایات اینو داریم. بله آتش زدن داریم، ذهاب داریم، میبره ایمانو میبره. اصلا تو قلب آدم قابل جمع نیست، نمیشه هم حسود باشه هم با ایمان. یعنی اون موقعی که حسود حسادت میاد ایمان میرود، با هم یه جا جمع میشه. و خدا رحم کنه به اون لحظه بی ایمانی آدم. خدا رحم کنه به اون لحظه‌ای که ما جزو یا ایها الذین آمنو نیستیم. اللهم آمین. خدا رحم کنه به اللهم آمین. خیلی ممنونم. ما یه بخش دیگه با شما هستیم آقای سعیدیاری عزیز. یه بخشی داریم ما توی برنامه‌مون از شب اول پخش کردیم به نام ستارگان حرم، از بزرگانی که در کنار این ماه درخشان اونها هم درخششی دارن در حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها آرمیدن، مردم رو با اونها آشنا میکنه. تلقی شاید این باشه که فقط اینجا مدفن علما و فقها و عرفا و اینها باشه، در صورتی که همونجوری که قم شهر فقاهت و علم و معرفت هست، شهر حماسه و جهاد و خون و شهر قیام. مثلا قم رو فرمودن که قم نامیدن شهر قیام. ما از مجاهدانمون هم اینجا آرمیدن. با یکی از مجاهدان و در واقع جهادگران
عرصه جهاد فی سبیل الله آشنا بشیم که در حرم مطهر آرمیدن. برمیگردیم 7 دقیقه پایانی رو در خدمت حاج آقای سعیدی آریا عزیز هستیم با اجازهش. یا علی مدد، یا علی مدد. محمد مهدی ابراهیمی عراقی در سال 1309 شمسی در محله پاچنار تهران متولد شد. از ابتدای نوجوانی همزمان با تحصیل و فعالیت اقتصادی برای امرار معاش، گرایش‌های مذهبی و سیاسی وی را به هیئت‌های عزاداری کشاند و در آنجا بود که با گروه فدائیان اسلام آشنا شد. محمد مهدی در 16 سالگی به عضویت شورای مرکزی فدائیان اسلام درآمد. او برای اتحاد میان گروه‌های مبارز مسلمان چند گروه تشکیلاتی را گرد هم آورد و جمعیت مؤتلفه اسلامی را تشکیل داد. وی چندین بار در راه مبارزه علیه رژیم طاغوت دستگیر و سپس آزاد شد، اما در سال 1343 به اتهام شرکت در اعدام انقلابی حسن علی منصور به حبس ابد محکوم شد و پس از تحمل 13 سال زندان در بهمن ماه 1354 آزاد گردید. او با اوج گرفتن جریانات انقلابی در سال 1357 به فرانسه رفت و مباشر و مدیر داخلی محل اسکان امام خمینی در نوفل شاتو شد و همراه امام خمینی از فرانسه به ایران بازگشت. حاج محمد مهدی عراقی در 4 شهریور 1358 در تهران همراه پسرش حسام از سوی اعضای گروه فرقان مورد حمله قرار گرفتند و هر دو به درجه رفیع شهادت رسیدند. امام خمینی بر پیکر ایشان نماز خواند و پیام تسلیت صادر نمود. مزار این مجاهد شهید به همراه پسر شهیدش در صحن بزرگ حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام واقع شده است. روحشان شاد و محشور با شهدای کربلا و انشاءالله دعاگوی ما هم باشند. حاج محمد مهدی ابراهیمی عراقی. حالا من این بخش رو که دوستان پخش کردن یاد یه نکته افتادم در ارتباط با بحث خودمون. حاج آقا یه وقتی آدم بزرگی رو میبینه، مثل همین عزیزی که الان این بخش دوستان پخش کردن، علما و فقهایی که اینجا آرمیدن، اساتیدی که در قید حیات هستن، خب حسادت یک رذیله اخلاقی. بله. تا اون جایی که من میدونم هر جای رذیله‌ای هست نقطه مقابلش، نمیخوام بگم شبیه اون، ولی جایگزین اون یه چیز ممدوحی هم هست که پسندیده است. قطعاً همینه. حالا الان ما اگر یک عالمی رو دیدیم، یک بزرگی رو دیدیم او فضیلتی داره، برتری داره، موفقیتی داره، او هم داشته باشه، ما هم بخوایم مثل او بشیم، این که ایرادی نداره. این فکر کنم اسمش اصلا چیز دیگه. بله. خب ببینید فرمایشتون دقیقه. اتفاقا ببینید یکی میگه من وسواسی ام، یکی میگه تمیزم. ببینید چقدر شبیه همه ولی خب وسواسی با تمیز فرق. یکی میگه من خجالتی ام، خجالت رذیل اخلاقی. یکی میگه با حیام. حیا و خجالت ببینید چقدر شبیه همه ولی فرق میکنه. حیا صفت حمیده اخلاقیه، خجالت رذیله اخلاقیه. یکی خسیسه، خساست داره. یکی میگه من مقتصدم، زندگیم حساب و کتاب داره. ببینید اینا چقدر شبیه همه. این همین فرمایشه که فرمودید داریم که مسئله حسادت یه وقت غبطه است. غبطه. کاش من مثل او باشم، کاش نگاه بکنم، یاد بگیرم، کاش خودم رو برسونم به اون موقعیتی که او داره. در مورد شهدای کربلا ما چی میگیم؟ یا لیتنا کنا معکم. کاش ما با شما بودیم، کاش مثل شما میجنگیدیم، کنار امام حسین علیه السلام یاری میکردیم. این بحث اینه که خواست خودم در جایگاه اوه، نه اینکه کاش شما نبودید تو اون جایگاه. ببینید اصلا تو زیارت عاشورا تو دعاهای مختلف ما اینا رو خیلی دعا میکنیم. خدایا ما رو از صالحین قرار بده. این یعنی چی؟ یعنی من دارم غبطه به مقام صالحین میخورم. بعد غبطه
انگیزه برای حرکت میشه، من به اون جهت حرکت بکنم. حسادت انگیزه برای ایستایی طرف مقابل در پیشرفتش میشه، من میخوام اونو بزنم که پیشرفت نکنه، از این ور من حرکت میکنم. غبطه سازنده است در حرکت کردن، اون مخرب حسادت. خیلی با هم دیگه فرق میکنه. بله که درستم فرمودید. اصلا توی این مسائل اخلاقی ظرافت‌های خاصی داریم. اینی که میگن باید استاد وجود داشته باشه، نباید هر گوتره‌ای به این مطلب توجه کرد، چون یهو تو جاهای عجیب و غریبی میافتن. یعنی فرق اخلاقی عجیب و غریب، ملامتیه میافتن، مرجعه میافتن. اینا رو هر کدومو نگاه بکنید اصلا یه چیزای اتفاقات عجیبی در اینها میفته که از یک روایات یا از یک فضیلت اخلاقی یک برداشت غلطی میکنن، بعد غلط هم عمل میکنن. یعنی این روایت هایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو 40 حدیث میاره باید ببینید. اینو من توصیه میکنم عزیزان یک بار این حدیث 33 حضرت امام رو نگاه بکنن که از یه روایت خیلی زیبا چه برداشت غلطی طرف میکنه. وقتی امام صادق علیه السلام میبینه برداشت طرفو میبینه، بهش میگه انا لله و انا الیه راجعون. اینو اذا اصابتهم مصیبتهم میگیم دیگه، یعنی چقدر غلط برداشت کردی، چقدر حرفت اشتباهه. در زمان غیبت هم نیست، در زمان ظهور حضرت هست امام صادق علیه السلام. لذا اینا استاد میخواد، طرف اسم حسادت و چیز دیگه ای نذاره، غبطه نذاره، اینا رو تو مسیر خودش، پرورش خودم و فرزندانم در فضایل اخلاقی باید با یه چیزی مثل صحیفه سجادیه باشه، باید با یه چیزی مثل نهج البلاغه باشه، باید از که کلام عالم نشأت گرفته باشه که بدونم فضائل و رذائلش، لبه های تیزش کجاست. من اگر برم پیش یه داروخانه بگم ببخشید میشه یه نیم کیلو قرص بدید، نمیخندن به من، میگم قرص کیلویی نمیدن، قرص از روی نسخه میدن. میگم آقا مگه این قرصایی که اینجا هست مگه دارو نیستن؟ مگه شما ادعا نمیکنید داروخانه هست؟ میگه چرا؟ به خدا همش هم داروه، ولی دارو رو اگر بدون نسخه سراغش بیای میشه سم مهلک، میشه کشنده. باید با نسخه بیای، اندازه داره، متناسب وزنت، متناسب جنست، متناسب سنت، اندازه این چند ساعت یه بار، بیشتر و کمترش یا بی اثر یا اگه اثر داشته باشه اثرش مرگه. پس داروخانه چیزایی که مثلا مرگبار باشه رو نمیفروشه، من باید با نسخه سراغش برم. بله که جلوی اخلاق رفتن اینها رو میخواد. داستان کجا خیلی خنده‌دار میشه؟ بسم الله. البته خنده‌دار که نیست، گریه داره، ولی درست. از این جهت عرض می‌کنم یه وقت من نوعی به یک کسی حسادت می‌ورزم که او یه فضیلتی داره، یه موفق، مثلا دانشگاه قبول شده، یه حالا مثلا خونه خیلی خوبی داره، مثلا حالا نمیخوام خیلی هم ارشیش کنم. یه وقتی یه کسی ممکنه به یه چیزی حسادت بکنه، مثلا من یه آقام به اون آقایی که چندین ارتباط نامشروع او رو داره همزمان تجربه میکنه حسادت میکنم، یا یه خانومم به یه خانومی که میتونه بی حجاب یا خیلی کارا رو انجام بده مثلا بیام به اون حسادت بکنم. میدونین چی میخوام اینجا بیاد حسادتم تازه بکنین دیگه. خیلی تو حدیث سوم 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو اوج به این مسئله رو ایشون داره. میگه تو با این اوج و خودپسندی و بالا گرفتن، میگه بعضیا نسبت به دیگری که از اونا پایین‌تره این مطلبو دارن. حضرت امام میگه یعنی مثلا این فلان خلافو انجام داده. حتی تو باب کذب داره، میگه یه وقتی مثلا طرف میره یه جایی میبینه خودش رو به دروغ معرفی میکنه که صاحب گناهان بیشتریه. میگه من 2 نفرم کشتم، اینجا هم این کارو کردم، نمیدونم این کارو اصلا نکرده این کارو رو، ولی این دیگه فاجعه است. این بشری که خدا تو قرآن میفرماد اولئک کل انعام بل هم اضل، دیگه آدم توی لجن و تو پستی که خودش رو افتخار نمیکنه، که تو آلودگی که افتخار نمیکنه، عدم بندگی خدا رو به عنوان افتخار خودت داری میگی من تو عمرم 1 رکعت نماز نخوندم. خیلی غلط کردی که این کارو کردی. اینم داری افتخار میکنی به خاطر بدبختی و نفهمی توی که این کارو کردی. من تو عمرم فلان کار خیر رو انجام ندادم، این کارو انجام ندادم. بی اعتقادی خودش رو داره به عنوان افتخار میده. تو حدیث دوم باب ریا میتونید پیدا بکنید تو 40 حدیث حضرت امام. ریای به حرام، ریای به خلاف، ریای به زشتی و مذام اخلاقی پیدا میکنه. خدا نجاتمون بده. اینا رو داریم میگیم، یه وقت خودم هنوز تو گفت آب پیدا نکرده نفس ما، وگرنه شناگر قابلیه. مثلا من یه موقع کسی رو میشناسم، بعد میدونم این آدم خوبی نیست ولی خیلی خوب خودش رو جلوه میده، میگم ای لامصب ببین چجوری خودش رو خوشگل و خوب نشون میده، مردم فهم کنن کاش منم میتونستم مثل این باشم. حسادت اینطوری.
امام زین العابدین علیه السلام تو دعای 20 صحیفه سجادیه، تو دعای مکارم الاخلاق میگه خدایا هرچی من بالاتر رفتم اندناس حتتنی، منو بیار پایین، منو بیار پایین. خدایا بیام تواضعم بیشتر باشه، خضوعم بیشتر باشه، اینجوری خودمو مقایسه نکنم، اینجوری خودمو الکی بالا نبرم. حسادت از بدبختیایی که سر آدم میاره دور شدن آدم از خداست. همه عبادات ما توی یه چیزی مشترکن، قربتن الالله. این حسادت انقدر زور داره بزنه قربتن الالله از بین ببره، قلب آدم رو سیاه و آلوده میکنه، ایمان رو همون جور که روایتش فهمید از قلب آدم میبره. اینو با این شدت و حدت عرض میکنم چون سر افطاره. عزیز دلم سر افطار که میخوای دعا کنی بدونیم دردام و زخمامون چیه. زخم من اینه که دلم، نفسم، این نفس اماره داره با حسادت منو میکشه، داره لذت حلال زندگی دنیا رو از من میگیره، داره شکر خدا رو از من میگیره. این حسادت داره مهر نسبت به دیگران، وفای نسبت به دیگران رو از من میگیره، داره خیرخواهی منو نسبت به دیگران میگیره، اینا رو از من. اینا چیزای کمی نیست، داره آدم بودن منو از من میگیره. خدایا اصلاحش کن، خدایا کمکم کن، من یه قدم میخوام بیام تو 10 قدم کمکم کن. سر افطار بدونیم چه دعایی بکنیم، سر افطار بدونیم از خدا بخوام خدایا من میخوام آدم باشم، خسته شدم از این همه سنگینی وزر و وباله، یه وقت غضبه، یه وقت حرصه، یه وقت حسده، یه وقت انواع و اقسام، حالا چیزایی که میخونیم. خسته شدم، کی فرصت بشه آدم باشم. ایشالله بیاد مهدی فاطمه ببینیم انسان کامل رو. خیلی فرق داریم، خودم رو عرض میکنم خیلی فرق دارم. خدا انشالله برسونتش، کمکمون کنه عقلمون کامل بشه. این نقص عقل اینا همه ناشی از نقص عقل ماست که گرفتار میشیم. این حدیث عقل و جهل رو توصیه میکنم عزیزان بخونن توی اصول کافی. چقدر جهل بدبختی ایجاد میکنه. اون موقعی که حسادت نسبت به کسی پیدا میکنی که آی فلان چیزو داره فلان بگو خدایا تو هم اگه میخواستی به من میدادی، شاید یه مصلحتی است که به من ندادی، خدایا شکرت که به او دادی بهش بیشترم بده. اگر منم لیاقتشو دارم، اگر نه لطف تو شامل حال من میشه، اگر از دین تو بیرون نمیرم تو به من بده. چون قاعده هاشو میدونیم ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. خدایا شاید در من اینجوری دیدی اگر به من بدی طغیان میکنم، رؤیت استغنا منو میگیره به هم میریزم. چقدر آدمایی بودیم که خدای خودمونی گفت کلاه خودمون رو قاضی کنیم، نمیخواد قاضی سراغت. چقدر آدمایی بودن که هم ردیف ما بودن، رفیق بودیم، یهو به یه پولی رسیدن یا به یه موقعیت اجتماعی رسیدن دیگه جواب سلام ما رو به زور دادن. غیر از اینه نگاه میکنی طغیان اتفاق افتاده. شاید خدا به واسطه همین مطلب، به واسطه همین مسئله اینو به من نداده. این خیری بوده که دعای دیگری در حق منه که خدا اینو به من نداده. اینها منافی با تلاش نیست. از اون ورم روایاتشو داریم، بعد کار میکنم بهش برسم هر چیزی باشه. فقط اینا رو گفتم این دعای سر افطار رو یادتون نره، بدونیم از چیا زجر میکشیم، درد از کجاست، مسکنها چیه، آرامش ها چیه. خدایا عقل بهم بده که جهالت حسادت رو من اثر نذاره. این دلم وقتی نعمت دیگری رو میبینه به جز شکر ازش تراوش نکنه، از زبونم به جز شکر نباشه. الهی آمین. الهی آمین. به حق خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها ان شاءالله دعاهایی که کردین اجابت بشه در حق هممون. به فضل خیلی استفاده کردید، عزیز ما هستید. اگه ذائقتون تلخ شد عذرخواهی میکنم. اختیار دارین، اختیار، همه چی به جا و اندازه مثل همیشه هست. اجرتون با حضرت کریمه زنده باشید. خیلی ممنونم برنامه خودتون رو تماشا کردید. خدا کنه دعاهایی که فرمودن اجابت بشه در حق هممون در این 4مین روز ماه خدا رمضان المبارک، به حق اسماء نورانی پیش رو، به حق آیات قرآن کریم که میخوایم با هم زمزمه بکنیم و لحظات استجابت دعا. گفتم شبی به مهدی اذن نگاه خواهم، گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم. التماس دعا. اللهم عجل ولیک الفرج یا حق. خداحافظ.